یه عکس ساده از فریرن کل دنیای انیمه و اینترنت رو با آتیش کشید. چرا؟ چون یه نفر اومد یه عکسی از فریرن کشید تو یک زاویه خاص که بگه آقا مثلا این خیلی کار سخته کشیدنش و توی ردیت منتشر کرد. یه نفر دیگه همون رو برداشت آورد توی توییتر و گفت آقا واقعا کار سخته یا نه؟ و همه دست به کار شدن. آرتیستای کوچیک و بزرگ شروع کردن به کشیدن این زاویه و خود فریرن یا شخصیت‌های دیگه و فقط اثر هنری خلق کردن. یه سریشون که فوق‌العاده زیبا بودن و اصلا آدم چشمش زیبایی میدید. یه سری میم بودن و برای خنده بودن ولی همچنان فوق‌العاده زیبا و از کلی چیزای بامزه استفاده کردن که واقعا جا نمیشه ولی فوق‌العاده باحال بودن و من مردم از خنده سر یه سریشون. یه سری اصلا اومدن آموزش بدن چجوری باید همچین چیزی رو بکشیم و چه چیزای مهمه توش و یه سری انیماتور معروف انیمه هم حتی دست به کار شدن که گفتن آقا ما هم بلدیم بکشیم و اونا هم کشیدن و گذاشتنش توی توییتر. کلا به مدت چند روز کل کامیونیتی انیمه و هنرمندا با هم متحد شده بودن و تایملاین هممون شده بود آرت گالری بی‌نهایت زیبا که چشم نواز بود. خیلی خیلی حرکت باحالی بود. و حالا دلم می‌خواد که این چالش رو به شما هم بدم. آیا میتونین شما هم فریرن رو به همین سبک بکشین یا نه؟ اگه تونستین بذارین و منو تگ کنین ببینم چه میکنین.